سلام تماشابینان شبکه اگرو تختیجی، با شما من یوسف عزیزف. در نوار امروزه من درباره با استفاده دادن نیروگاهی که در جهان از روی موقع یعنی بلندی جایگیرشوی جای دیوم را اشغال نموده است معلومات میدهم. یکمین نیروگاه در مملکت نیپال ساخته شده است که آن نسبت نیروگاه تاجیکستان 100 مرتبه خرد می باشد. این چنین من در این نوار کوشش میکنم که شما را به تاریخ یکی از ناحیه‌های دوردست‌ترین جمهوری ناحیه مرغاب شناس نمایم. با ما باشید. صبح 13 سپتامبر سال روان در روز سوم کاری در ولایت بدخشان پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با مقصد شناسایی وضع زندگی ساکنان اشتراک در افتتاح یک قطار انشاءات‌های حیاتاً مهم و صحبت ملاقات با اهالی ناحیه مرغاب با سفر کاری به این ناحیه دوردست‌ترین و کوهسار تشریف آوردند. از صبح صادق هوا در ولایت بدخشان یک باره تغییر یافت. در خاروخ باران، در مرغاب باشد برف شدید بارید. عادتا شمال سخت و باریدن برف علل خصوص در کوهستان پرواز چرخبالها را بسیار دشوار نموده برای انسان هم خطر ایجاد میکند. ولی به همه این نگاه نکرده سرور دولت از نیت سفر به این منطقه دوردست‌ترین ولایت بدخشان نگشت و برای صحبت و دیداربینی به مردم ناحیه مرغاب به این موضع کوهستان تشریف آوردند. ناحیه مرغاب در بلندی 3600 متر از سطح بر قرار دارد. ریلیفش مرکب و باد و هوایش بسیار سرد می باشد. سرور دولت در افتتاح یک چند انشاءات‌های برای حیات مهم ناحیه اشتراک نموده. در این قطار در مورد بهره برداری نیروگاه برقی تاجیکستان اشتراک نمودند. سنگ اساسی بنیادی نیروگاهی برای ناحیه بسیار مهم را سرور دولت 2 سال پیش شخصا خودشان گذاشته بودند. نیروگاه برقی آبی تاجیکستان دارای اقتدار 1500 کیلووات بوده. آن تشکیلات و مؤسسه و اهالی ناحیه را پورا با برق تامین میکند. مردم ناحیه در دسترسی نیروی برق تا امروز تنقیصی داشتند. با افتتاح این نیروگاه مشکلی چند ساله آنها برطرف شد. بلندی سربند نیروگاه 64 متر و درازی آن 12 متر را تشکیل می‌دهد. سربند مذکور در تاجیکستان یگانه سربند می باشد که در آن انشاءات مخصوصی ماهیگذار ساخته شده است. سربند باعث می گردد که در حوزه سربند زیاده از 2 میلیون متر مکعب آب جمع شده، هم برای حفظ نیروگاه و هم برای حفظ اکولوژی محل علل خصوص ماهی‌ها شرایط مهیا می شود. در داخل در تالار ماشین‌ها 2 اگریگات وصل شده است که هر کدام توانایی استحصال 750 کیلووات نیروی برق را دارا می باشند. اداره دستگاه‌های نیروگاه با طور اتوماتیک اداره می شود. نیروگاه برقی آبی تاجیکستان از لحاظ جایگیرشوی در موضع بلندکوه بعد نیروگاه خردی که دولت نیپال ساخته شده است از جهت موقع در دنیا جای دوم را صاحب است. نیروگاه نیپال بسیار خرد بوده، همگی 15 کیلووات نیروی برق استحصال می کند. باید قید نمود که کار در نیروگاه مذکور 2 سال دوام کرده. برای اجرای کارهای ساختمانی زیاده از 1000 نفر کارگر و مهندسان با معاش خوب جلب کرده شدند. اینچنین در ساختمان نیروگاه 57 عدد تکنیک صفحه‌بر کرده شده، از آنها ثمرناک استفاده برده شد. مبلغ عمومی ساختمان 11 میلیون یورو را تشکیل داد که پورا مبلغ مذکور در ساختمان نیروگاه از خود کرده شد. اکنون من کمی درباره تاریخ ناحیه مرغاب به شما معلومات می‌دهم. ناحیه مرغاب از نام بیکیگری که به امارت بخارا تابع بود سرچشمه می‌گیرد و با روایتی از نام مرغ و آب، مرغ آبی و روایت دیگر مرغزار و آب دریاهایی که در این چراگاه‌ها روان است گرفته شده است. در تاریخ آمده است که اولین قلعه مرغاب سال 1893 از طرف عسکران امپرای روسیه همچون بنگاه ساخته شده بود، ولی بعداً دقیق شد. ناحیه مرغاب 26 یونیو سال 1903 در اساس سربازخانه‌های عسکران امپرای روس تا میانه‌های عصر 19 تریتوریای حوزه بدخشان کوهی و ناحیه مرغاب بین امارات بخارا و بیکیگری قوقند تقسیم شده بود. در اطاعت امارات بخارا غرب بدخشان حاضره و خانیگری قوقند طرف شرقی بدخشان داخل بودند. تریتوریای تابع امارات بخارا استاتوس بیکیگری را با نام بیکیگری روشن دارا بود. در اواخر سال 1870 خانیگری قوقند با امپرای روسیه یکجای شده و سال 1876 تریتوریای حوزه مرغاب و یک قسم بدخشان از طرف روسیه غصب کرده شده با ولایت تازه تأسیس فرغانه یکجا کرده شد.
ماه اپریل سال 1918 ولایت فرغانه به ریسپوبلیکای اتونومی ترکستان داخل شد. سال 1924 در وقت تقسیمات تریتوری‌ها بین ریسپوبلیکای سوویتی بین اوبلاست اتونومی قرقیزستان و ریسپوبلیکای ازبکستان تقسیم کرده شد. بعد جدا شدن ریسپوبلیکای تاجیکستان از ازبکستان سال 1929 جنوبی ولایت فرغانه حوزه تریتوری بدخشان با تاجیکستان سوویتی همراه کرده شد. ناحیه مرغاب در شرق بدخشان واقع بوده. از طرف شمال با ولایت آش، از جنوب با بدخشان افغانستان، از طرف شرق ولایت اویغوری خیتای، از جنوب و شرق اشخوشیم، رشقله، شغنام، روشان و ونج و از شمال شرقی ناحیه‌های سنگوار و جیرگتال هم سرحد می‌باشد. ناحیه مرغاب ناحیه آخران شرقی تاجیکستان و از جهت تریتوری کلانترین ناحیه در ولایت به حساب می‌رود. همه سرحد خیتای با تاجیکستان از همین ناحیه می‌گذرد. موافق معلومات حسابات اهالی سال 2015 اهالی مرغاب زیاده از 15000 نفر را تشکیل می‌دهند. ناحیه از شهر خارق 230 کیلومتر شمال و شرق و از شرق از پایتخت شهر دوشنبه 470 کیلومتر دور جایگیر است. باد هوای ناحیه تابستان گرم و زمستان بسیار خنک میباشد. از همه نقطه آخری خنکی در زمستان تا -53 درجه و تابستان گرمی تا +50 درجه میرسد. زمستان از ماه اکتبر سر شده اولهای ماه می به آخر میرسد. ناحیه از سطح بر از 3200 متر سر کرده تا 6000 متر بلند میباشد. در دایره سفر کاری سرور دولت در ناحیه‌های ولایت بدخشان در ولایت اولین کارخانه غنیگردانی نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب رسما به فعالیت آغاز کرد. کارخانه مذکور در زمینه کار نقره یک جلوه منطقه بازارداری جماعت علیچور در بلندی 4500 متر از سطح بر جایگیر بوده. بیش از 200 نفر کارگر به جای کار دائمی و معاش با حساب میانه 10600 سامانی تامین گشتند. این یکمین کارخانه کارگردی معدن‌های کوهی در ولایت به حساب رفته از مرکز جماعت دهات علیچور در مسافه 50 کیلومتر دورتر جایگیر است. من در کانال اگروتک تیجی یک نوار درباره این کار با نام در تاجیکستان کار نقره یافت شد به شما پیشکش کرده بودم. اگر تماشا نکرده باشید تماشا کنید. معلومات دقیق درباره این کار پیدا میکنید. برای به استفاده دادن این کامبینات 125 میلیون سامانی سرمایه وطنی و خارجی جلب گردیده است. سرمایه‌گذاری اساسی این کامبینات شرکت مملکتی خیتای به حساب می رود. آنها درباره کارکرد معدن‌های کوهی تجربه زیاد و بای دارند. در برابر فایده اقتصادی به کار درآمدن این کامبینات مکتب تجربه آموزی برای متخصصان جوان تاجیک در سمت بنیاد این نمود کامبینات‌ها در جمهوری می‌گردد. طبق معلومات کارشناسان ساحه گیولوژی تاجیک ذخیره کان نقره مذکور 350,000 تن معدن‌های کوهی را دارا میباشد که از این حجم ذخیره مس، نقره و دیگر متال‌های قیمت‌بها قریب 210 تن را تشکیل می‌دهد. در مرحله اول فعالیت کاری کارخانه اخراج معدن در حجم 50,000 استحصال خاکه نقره و 12,500 تن در یک سال به نقشه گرفته شده است. با مقصد فعالیت منتظم کامبینات کارکرد معدن در کارگاه کارگران از همه شرایط‌ها از جمله خوابگاه، اداره مأموری، اینفراستراکتورهای گرمیدهی تامین می‌باشند.
بنا به معلومات متخصصان ساحه در ترکیب معدن کان نقره یک جلوه موضع یلیچور ناحیه مرغاب دیگر فضلات نادر از قبیل میس، نقره، روح، قلگین، ویسمود و نیکل معین کرده شده است که این امکان می‌دهد که غنی‌گردانی آنها نیز وسیع به راه مانده شود. در منطقه دوردستترین و کوهسار جمهوری تولید این نمود کارخانه‌ها به رشد ناحیه و به کار تامین نمودن اهالی منطقه، بهتر نمودن سطح زندگی مردم محل، غنی گرداندن بودجه ناحیه و جمهوری یک تکان جدی می‌دهد. گرچند که این اولین کارخانه کارکرد معدن در بدخشان باشد هم باوری هست که در آینده چنین کارخانه‌ها در ولایت جمهوری بسیار می‌گردد، زیرا کوهستان جمهوری ذخیره‌های زیادی کندنی‌های فایده‌ناک را دارا می‌باشد. طی 2 ساله اخیر شماره این نمود کارخانه‌ها در جمهوری 3 برابر افزایش یافته. کارکرد آنها به شکل خاکه از 3000 تن به 370,000 تن در سال رسانیده شده. با نمود معدن باشد از 80,000 تن با 5.4 میلیون تن رسانیده شد. این شهادت آن را می‌دهد که سمت صنعت‌کنونی مملکت با سرعت پیشرفته ایستاده است. در این دوره 8 کمیونیتی کارکرد معدن با جلب سرمایه خودی و خارجی به استفاده داده شد. کارخانه مذکور از سبب در کوهستان بلند جایگیر بودن که شرایط اقلیمی موضع امکانیت 180 روز کار در کمبینت را می‌دهد، در یک شبانه روز امکان 300 تن و در سال به حساب میانه کارکرد 54,000 تن معدن را دارا میباشد. در آخر به کانال یک را تختیجی آبونه و لایک ماندن را فراموش نکنید چون که از نویگری های جمهوری بخبر نمانید.